ببینید از صحبت‌های خانم لیلا حاتمی در مراسم ختم مرحوم بیتا فرحی، بعد یه تعداد از نظرات یا هم کامنت‌هایی که پای این فیلم گذاشته شده رو با هم ببینید. غلطی بود نمیدونم. با صفا و گیریا بود. خصوصی‌ترین مسائل و عواطف رو با ظرافت میتونست به زبان بیاره. با او اصل مطلب در جریان بود. بی هیچ تعجبی. غرور بیتا نمیدونست کجا بود. فکر کنم اصلا نبود. انگار حواسش اصلا به این موضوع نبود. فکر کردن به او و حالت‌هاش اشکم رو در میاره. یک انسان واقعی حواس جمع بود. من رو یاد وضعیت انسانی خودمون میاندازه. براندازا کلی کامنت گذاشتن که آقا چرا تو حجاب اختیاری نداری؟ بعد منظورشون از حجاب اختیاری چیه؟ میگن آقا چرا شال رو سرته؟ چرا روسری داری؟ یعنی از نظر اینا حجاب اختیاری یعنی این که حجاب نداشته باشی، شال نداشته باشی، روسری نداشته باشی. قشنگ کلمات رو از معنا توهی کردن. ببین حجاب اختیاری یعنی همین دیگه. یعنی دوست داشته حجاب گذاشته. حالا حجاب که یعنی شال مثلا. دوست داشته. اونی که شما میگید بی‌حجابی اجباریه. که ما هم از اول